سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوایم بریم با بهترین غذاهای یزد آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. قیم یزدی آن به جای لپه از نخود دو تکه شد اصطلاحاً لپه نخود استفاده میشه. گوشت قرمز، پیاز خرد شده، لیمو امانی، دارچین، هل، زردچوبه، دیگر مواد آن. برخی هم بهش رب اضافه میکنن. انواع کوفته های یزدی: کوفته لپه شبیه کوفته تبریزی. موادش از سبزی معطر، کشمیش، زرشک، پیاز سرخ شده، تخم مرغ خام و پخته، گوشت چرخ کرده، نمک و ادویه و رب درست می شود. کوفته برنجی: موادش از برنج، گوشت چرخ کرده گاو یا گوسفند، آرد نخودچی، پیازچه، جعفری، شوید، رازیانه، نعنا، ترخون، لپه، تخم مرغ، رب گوجه فرنگی، گردو و زرشک درست میشه. کوفته نخودچی: موادش از گوشت چرخ کرده گوسفند، پیاز، تخم مرغ، آرد نخودچی، سبزیجات معطر شامل تره، جعفری و غیره. کوفته هویج: موادش از پیاز، هویج، آرد، رب گوجه فرنگی یا انار و سبزیجات معطری درست میشه. خورشت به آلو: موادش از گوشت، آلو، لپه، پیاز، زعفران، شکر و رب درست میشه. علیه های یزدی: علیه کدو تنبل: موادش از کدو تنبل، لوبیا قرمز، ماش، برنج، پیاز، دارچین و فلفل سیاه درست میشه. قلیه سیب زمینی: مواد آن سیب زمینی نگینی، لوبیا چتی یا قرمز، ماش، پیاز، برنج نیمدانه، زردچوبه، دارچین و فلفل سیاهه. تاس کباب یزدی: موادش از سیب زمینی، پیاز، روغن، گوشت چرخ کرده، رب و دارچینه. گوشت گوجه و بادمجان: موادش گوشت ماهیچه گوسفندی، لپه یا لوبیا، بادمجان، روغن، قوره، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی استانبولی، زردچوبه و فلفله. فله: این غذا با شیر آغوز گوسفند یا گاو در اوایل بهار تهیه میشه. یزدی‌ها شیر آغوز را میجوشانند. پس از سرد شدن، هنگامی که به خاطر نوع شیر حالت شبیه به فرینی پیدا کنه، آن را میل میکنند. کشک خیار: با شستن کشک خشک، خیساندن و ساییدن آن و به آن چند عدد خیار رنده شده با درجه درشت، گردوی خرد شده، نعنا و کشمش اضافه میکنن. کله گیپا یا سیرابی و مواد داخل دلمش: برنج، عدس، لپه، پیاز، برگه زردآلو، آلوبالو پودر شده یا زرشکه. خیلی سیرابی تمیز میریزن. پس از دوختن سیرابی در آب کله پاچه میپزن. میان وعده های یزدی: مشتوک: نان خشک کوبیده که با پیاز و پنیر رنده شده گردی نیم کوب شده و زیره مخلوط میشه. پس مقدار آب به آن اضافه میکنه، خمیر شکل بگیره، صورت گلوله‌ای در میاد. نان سروک: یک نان روغنیه از آرد نان سنگک، آب، شکر، نمک، تخم گیشنیز، گیاه گل رنگ، مایه خمیر و روغن کنجد درست میشه. دسرهای یزدی: ماقوت: موادش از نشاسته، آب، شربت، گلاب و گاهی از زعفران تهیه میشه. برای تزیینم خلال پستو بادام استفاده میکنن. پالوده یا فالوده یزدی: از طریق نشاسته، گلاب، آب، شکر درست میشه. تفاوت این فالوده با نوع شیرازی آن است که برنج ماننده بوده. استفاده از سیاه‌دانه به هنگام سرو. آش‌های یزدی: آش شلی: مواد آش شلی در زمستان: ماست پخته، اسفناج، چغندر، شوید، شلغم و کدو زرد. در تابستان‌ها شلی را با مقداری نخود سالم یا نیم کوب عدس، چغندر خرد شده یا نیم کوب و برگ تهیه میکنن. سرکه انار یا انگور و نیز رب انار اضافه میکنن. آش کدو: مواد این آش لوبیا، ماش، نخود، کدو حلوایی، عدس، پیاز، روغن، فلفل، ادویه ها، شوید و آرد استفاده میشه. آش کلم: مواد این آش از کلم، گوشت یا چربی، ماش، سبزی، برنج و ادویه است. آش ماش: مواد این آش سبزی، ماش و گاهی سیب زمینی خرد شده است. آش گندم: مواد روش اول نخود، لوبیا چتی، گندم پوست کنده، سبزی آش و ادویه. مواد روش دوم جو و گندم پوست کنده، نخود، عدس، ماست،
لوبیا سفید و قرمز و کتیل، چشم بلبلی، سبزی، پونه و ادویه. آش انار موادش از عدس، برنج، آب انار و کمی گوشت درست میشه. آش پرک مواد این آش اسفناج، آرد، پرک جو، نخود و لوبیا کتیه. آش جو گاو موادش از خمیر برنیامده ترش نشده، نخود ماش، گوشت سرخ شده، آب، روغن گوسفند درست میشه. آش جو مواد این آش جو، گوشت، چغندر، نخود، عدس و رب اناره. آش آبقوره مواد این آش لوبیا کیتی یا قرمز، عدس، برنج، سبزی، آش، گوشت چرخ کرده، رب گوجه فرنگی درست میشه. آش تمر مواد این آش از عدس، گوشت، تمر هندی و برنج. آش آلو مواد این آش برنج، گوشت چرخ کرده، سبزی آش، لپه، آلوی تازه یا آلوی خشک. دوستان مرسی تا اینجا همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.